دوستتو میاری خونه، خوب دقت کن، مشکلاتی که بابتش خیلی به من سر زدید و در موردش صحبت کردید، دوستتو میاری خونه. دوستم خانم عوامزه، به دوست شما چه ربطی داره رابطه جنسی شما با شوهرت؟ دوستتو میاری خونه، چقدر چند تا خیانت برات بشمارم که رفتی از لذتی که تو اتاق خواب از شوهرت بردی به دوستت گفتی دوستت اومده شوهرتو برداشته برده. چند تا برات بشمارم؟ چند تا بهت بگم؟ بعد میگی دوستم خواهرم بود، شوهرم خواهرم بود. خونه ای که در نداشته باشه در معرض دزدی قرار میگیره. چهارچوب رابطه تو خوب تعریف کن. چه خبره تو رابطه ای تو؟ چی کار داری میکنی؟ چه اتفاقی داره میفته تو رابطت؟ وقتی تشخیص نمیدی جای کی کجای زندگی توه و پشت کدوم در بسته باید بشینه، باید بهای از دست دادن ها تو، تحقیر شدن ها تو، زیر پا له شدن ها تو پرداخت کن. دقت کن. به مادر شوهر شما چه ربطی داره که خواهر شما رفته فلان ماشین شاسی بلند و خریده؟ هدفت چیه؟ حریم رابطه رو چرا تشخیص ندادی اینجا؟ یه بنده خدایی میگو من توی خونه مبل ندارم، توی خونه زندگی مبل ندارم، با اینکه وضع مالی خوبی دارم ولی دوست ندارم توی خونه مبل داشته باشم. اوکی، تا اینجا رو داشتین. حالا طرف اومده تو خونه من عید دیدنی گفته فلانی مثلا عمو تو چرا تو خونت مبل نداری؟ مثلا دایی تو چرا تو خونت مبل نداری؟ و من بهش گفتم که من انتخاب کردم که اینجوری زندگی کنم. حالا یکی بیاد مثلا تو خونه ما از نگاهش از رفتارش ما احساس کنیم که متفاوتیم با اون، چقدر خودخوری میکنیم، چقدر حال بدی به خودمون میده، چقدر خودآزاری میکنیم، چقدر خودمون رو اذیت میکنیم. خب به این مسئله صحبت من دقت کافی داشته باش که دارم بهت چی میگم. حریم تو رابطت یعنی هیچ کس جز خودت نمیتونه در مورد اون باید و نباید و چارچوب زندگیت نظر بده. آقا مثلا من همینم و انتخاب کردم که اینجوری زندگی کنم. دیگه هیچ کس حق نداره به من بگه تو چرا انتخاب کردی اینجوری زندگی کنی، که هیچ کس حق نداره به من بگه تو باید یه جور دیگه زندگی کنی، که و نسبت به این مسئله اون رضایتمندیه رو داشته باشم، اون حال خوبیه رو داشته باشم که آقا من پذیرفتم مثلا فلان جا کار کنم، فلان پوشش رو داشته باشم، فلان اعتقاد رو داشته باشم و این انتخاب منه و پای این انتخاب و تصمیمم هستم. بچه ها در مورد جلسه اول بخشش صحبت کردیم، جلسه دوم در مورد عزت نفس، جلسه سوم در مورد شکرگزاری. امروز قراره در مورد حریم رابطه صحبت کنیم، یعنی چه اتفاقای قراره توی رابطه بیفته و چه اتفاقای باعث یه سری اتفاقات بد توی رابطتون میشه. اینو نسبت بهش یه دقت کافی لطفا داشته باشید، توجه کافی داشته باشید که قراره که چی بشه تو رابطه که چی نشه. اینو نسبت بهش خیلی دقت داشته باشید عزیزان. امروز میخوام در مورد حریم در روابط صحبت کنم. حریم در روابط یعنی حریم در هر نوع رابطه‌ای، در رابطه زناشویی، در رابطه مادر فرزندی، در رابطه کاری، در رابطه خیلی مسائلی که شما توی هر جایگاهی که هستید با هر فردی که وارد هر رابطه‌ای که بشید، این یه حریم و یه چارچوبی داره. آدما میگن خب حریم تو رابطه ایست کلیه، مثلا من میدونم ولی نمیدونیم. یعنی من دوره‌های پولی که در اختیار بچه‌ها قرار دادم، کوچایی که دادم، تهش مشکلاتی که تو رابطه هاشون داشتن به یه چیزی رسیدن، اینه که اون حریم توی رابطه اتفاق نیفتاده، به این خودشون هم رسیدن. یعنی من یه آقایی داشتم، یه مراجعه داشتم از آلمان، به من زنگ زد گفت من کل دورتون رو گوش کردم ولی تو همون جلسه درس حریم تو رابطتون مشکلمو با خانمم متوجه شدم. حریم تو رابطه یعنی شما به عنوان یک انسان، به عنوان یک نفر حق داری یه چهارچوب، یه سری خط قرمز، یه تعاریف، یه به قولی بایدها و نبایدها رو برای خود تعریف کنی و تو این بایدها و نبایدها
دنبال این نیستی که کی تاییدت میکنه کی تاییدت نمیکنه. شما انتخاب کردی که اینجوری زندگی کنی. شما انتخاب کردی که مثلا یه بنده خدایی میگو من توی خونه هم مبل ندارم، توی خونه زندگی مبل ندارم، با اینکه وضع مالی خوبی دارم ولی دوست ندارم توی خونم مبل داشته باشم. اوکی، تا اینجا رو داشتین. حالا طرف اومده تو خونه من عید دیدنی گفته فلانی مثلا عمو تو چرا تو خونت مبل نداری، مثلا دایی تو چرا تو خونت مبل نداری، و من بهش گفتم که من انتخاب کردم که اینجوری زندگی کنم. حالا یکی بیاد مثلا تو خونه ما از نگاهش از رفتارش ما احساس کنیم که متفاوتیم با اون، چقدر خودخوری میکنیم، چقدر حال بدی به خودمون میده، چقدر خودآزاری میکنیم، چقدر خودمون رو اذیت میکنیم. خب به این مسئله صحبت من دقت کافی داشته باش که دارم بهت چی میگم. حریم تو رابطت یعنی هیچ کس جز خودت نمیتونه در مورد اون باید و نباید و چارچوب زندگیت نظر بده. آقا مثلا من همینم و انتخاب کردم که اینجوری زندگی کنم. دیگه هیچ کس حق نداره به من بگه تو چرا انتخاب کردی اینجوری زندگی کنی، که هیچ کس حق نداره به من بگه تو باید یه جور دیگه زندگی کنی، که و نسبت به این مسئله اون رضایتمندی رو داشته باشم، اون حال خوبی رو داشته باشم که آقا من پذیرفتم مثلا فلان جا کار کنم، فلان پوشش رو داشته باشم، فلان اعتقاد رو داشته باشم و این انتخاب منه و پای این انتخاب و تصمیمم هستم. آدم هایی که حریم تو رابطه ندارن کسانی هستن که توی روابطشون دیگران میان روی اینها تاثیر میذارن و اینا بر اثر تأثیری که از دیگران میگیرن زندگی میکنن. مثل قایقی میمونن، قایق پارویی که پارو ندارن، میافتن رو آب، گاهی درگیر موجن، گاهی به گل میشینن، گاهی تا وسط و اعماق آب میرن، گاهی هیچ جا نمیرن. حریم رابطه یعنی شما تشخیص نمیدی که چه آدمی توی زندگیت باید باشد و چه آدمی نباید باشد، به خاطر ترسات، به خاطر قضاوتایی که دیگران میکنن، به خاطر نیاز به مهرطلبیات، به خاطر کمبود عزت نفست، به خاطر خیلی مسائل دیگه شما رعایت نکردی خیلی چیزا رو. و حالا با در نظر گرفتن این موضوع حالا شما میای چیکار میکنی؟ میای تو شرایطی قرار میگیری که مثلا آدمشون به من اینجوری گفت الان حالم بده، میای پیش من میگی خانم ابو حمزه شوهر من چون به من گفته قدت کوتاهه، چون شوهر من به من گفته تو باید این کارو بکنی، من بابت این مسئله حالم بد میشه و بابت این مسئله میخوام خودم رو تغییر بدم، زیر بار عملهای جراحی سنگین میرم، چون شوهرم به من گفته تو لب زیبایی نداری، تو بینیت یه خورده مثلا گوشتیه، تو فلانه. حریم رابطه یعنی پذیرش خودم و اجازه ندم هیچ کس از این خط رد بشه. الهام زشته، خودش اینجوری دوست داره و آدما یاد میگیرن الهام اینجوری دوست داشته باشن. حریم رابطه یعنی هیس، بچه منی، شوهر منی، اون ور خطی. حریم رابطه یعنی اجازه نداری وارد این ور خط من بشی. من اگه بخوام اینجا یه تخت وایت بورد بود براتون میکشیدم، یعنی اگر الهام اون وسطه و دورش یه خطه، خط قرمزهاش اعتقاداتش، خواسته هاش، علایقش، استعدادش همه اون توه و آدما منظورم غریبه ها نیستن ها، هر کی، مثلا مادر، مثل فرزند، مثل همسر، مثل پارتنر، اینا میرن پشت این خط وای میستن. داخل نیا، تو باید بری بیرون، تو باید اونور خط وایسی. این به معنی بی احترامی نیستا، این به این معنی که شما برای خودت یه حد و مرز قائل شدی. حالا بیایم بریم لول بعدی. لول بعدی تو خط دوم کی قرار میگیره؟ همسر شما اگه متأهله، اگر مجرد هستی مادر شما، خواهر شما نه، دوست شما نه، همسر شما اگر متأهلی، اگر مجردی مادر شما تو اون لول دویه قرار میگیره و شما حق نداری تو این جایگاه آدما رو با هم جابجا کنی، اصلا این اجازه رو نداری. حریم رابطه اینه که لول 3 میشه فرزندتون یا مثلا پدرتون، خواهر برادراتون، اینم باید لول بندی کنی که کی باشه کی نباشه و چرا باشه و چرا نباشه. به این موضوع دقت کن، به این موضوع توجه داشته باش، چرا باید باشه و چرا نباشه.
تو حریم شما اگه بابای شما مثلا رفته زندان، دلت نمیخواد همسرت بدونه، این تو حریم شماست و تو زندگی مشترک شما تأثیری نداره. تو حریم رابطه میگه زمانی که من تصمیم گرفتم کنار یه آدم باشم به عنوان عشق، همسر، پارتنر، شریک احساسی یا هر چیزی، من در حد جایگاه این آدم بهش نزدیکم. نمیام ریز و درشت خواهر برادرمو بهش بگم، چون این آدم تو حریم خواهر برادرای من نیست که. دوستتو میاری خونه، خوب دقت کن، مشکلاتی که بابتش خیلی به من سر زدید و در موردش صحبت کردید، دوستتو میاری خونه. دوستم خانم ابوحمزه، به دوست شما چه ربطی داره رابطه جنسی شما با شوهرت؟ دقت کن، به مادر شوهر شما چه ربطی داره که خواهر شما رفته فلان ماشین شاسی بلند و خریده؟ هدفت چیه؟ حریم رابطه رو چرا تشخیص ندادی اینجا؟ خوب بهش فکر کن. دوستتو میاری خونه، چقدر چند تا خیانت برات بشمارم که رفتی از لذتی که تو اتاق خواب از شوهرت بردی به دوستت گفتی دوستت اومده شوهرتو برداشته برده؟ چند تا برات بشمارم؟ چند تا بهت بگم؟ بعد میگی دوستم خواهرم بود، شوهرم خواهرم بود. خونه‌ای که در نداشته باشه در معرض دزدی قرار میگیره. چهارچوب رابطه تو خوب تعریف کن. چه خبره تو رابطه ای تو؟ چی کار داری میکنی؟ چه اتفاقی داره میفته تو رابطت؟ وقتی تشخیص نمیدی جای کی کجای زندگی توه و پشت کدوم در بسته باید بشینه، باید بهای از دست دادن ها تو، تحقیر شدن ها تو، زیر پا له شدن ها تو پرداخت کنی. تواناییشو داری؟ میری حرف اینو پیش جای دیگه میگی حرف خودتو. تا مادر شوهره میره گوشی رو برمی‌داری، سلام مامان اومد اینو گفت اونو گفت. اصلا با شوهرت دعوا شده، به مادرت چه ارتباطی داره؟ برای چی این کارو میکنی؟ هدف چیه که وقتی تو با شوهرت دعوا شده گوشی رو برمی‌داری، سلام مامان سلام، اینجوری گفت من اینجوری گفتم، اون اینجوری گفت من اونجوری گفتم. یا آقای پیش من اومده بود میگه خانم ابوحمزه پسرم میگه من میرم سر کار، خانمم گوشو ور میداره، بعد میگه بچه‌ها به خواهراش موضوع جدید، دیشب مثلا مجید اومد تو خونه این کارو کرد. من اینو گفتم حالا بخندیم یا مسخره کنیم یا تصمیم بگیریم. آیا اون مرد احساس امنیت دیگه تو اون خونه داره؟ اصلا حالش دیگه تو اون خونه خوبه؟ شما جای اون آقاه بشین. یا اون خانوم میگه خانم ابوحمزه شوهر من هر کاری که بین ما اتفاق میفته به اسم صداقت به خانواده شیر میکنه، این مسئله رو به اسم صداقت میره این موضوع رو عنوان میکنه با خانوادهش. چرا این کار میکنی؟ فکر میکنی مثلا مامانت باید بدونه؟ نه، مامان شما زمانی که متأهلی تو جایگاه نزدیک به شما نیست. شما با یک کسی از هر لحاظی حریم خصوصی ساختی، عاطفی، جنسی، روانی و اقتصادی. و وقتی با این آدم حریم ساختی به هیچ وجه اجازه نداری که مامانتو در این حد محرم بدونی که بری بگی مجید دیشب اومد خونه اینجوری به من گفت. حالا من چی بگم؟ حالا تو با مجید خوب میشی ولی مامانت یه خشم دیگه داره. چیه میخوای ثابت کنی؟ مسائلتو میری با دوستات به اشتراک میذاری. هدفت چیه؟ مگه همسر شما خود شما حریم ندارید؟ تو محیط کاری که کار میکنی الان شاغلی، کارمندی، کارفرمایی، آیا حریمی برای نیروات داری؟ آیا نیرویی که هستی برای خودت حریم داری؟ باید نباید چارچوبی برای خودت تعریف کردی؟ رفاقت کن ولی بدون چه محدودیتایی باید در خودت قائل باشی. اگر حریم رابطه رو ندونی، عزت نفسی که گفتم و ندونی، اصلا زندگی نمی کنی. شما فقط زنده ای و آمادگی هر طوفانی رو باید داشته باشی، مثل همون قایقی که میره به گل میشینه. تمرینی که میخوام بهت بگم اینه که تو اون دفترت یه دونه جدول بکش، اسم خودتو وسط بنویس، یعنی یه دایره،
اسم خودتو وسط بنویس، مثلا بنویس الهام، بعد باید ها نباید ها، علاقه و خط قرمز ها، و به هیچ کس اجازه نده که از این حریم رد بشن. تو دومیش اسم همسرت یا اسم مادرتو بنویس و بنویس که چه خط قرمزهایی برای این باید طرح بشه، و همین لول همین جوری میره جلو. آدم هایی که توی زندگیت هستن که به کجا میرسن، ازت میخوام اینو حتما انجام بدی. دیگه دوستت اجازه نداره هر وقت بیاد خونه تو ریز جزئیات تو رو بدونه، باید بره به یه دوست دیگه بگه، بعد بشینن در مورد تو صحبت کنن، چون تو به خودت اجازه نمیدی هر کسی هر وقت بیاد خونت. هر وقتی هم خونه هیچ کس نمیری، اصلا به خود اجازه نمیدی اینو. نسبت به این مسئله خوب دقت کن و این تمرین رو انجام بده. تا 24 ساعت توی دایرکت تمریناتتون رو میبینم، چک میکنم، نظر میدم که بتونید بهترین نتیجه گیری رو داشته باشید. بعد از 24 ساعت کلا این لایوی هم که سیو شده حذف میشه، تو روبیکا و تلگرام و ایتاین ها منتشر میشه، میتونید از فضاهای دیگه این لایو رو ببینید. اگر سوالی در مورد حریم رابطه دارید من در خدمتتون هستم. هر سوالی که در مورد حریم رابطه دارید بفرمایید، من پاسخگو هستم. دوستان موضوع لایو فردامونم حیای منفی هست و این حیای منفی هم یکی از موضوعات پرطرفدار و دغدغه روز شماست. میتونید در مورد این هم بیاید صحبت کنید و یه سری مسائل رو با هم شیر کنید. من یه دقیقه صبر کنم، دوستان اگه سوالی دارن تایپ کنم برای من ارسال کنن، من سوالاتتون رو ببینم و در موردش نکاتی که لازمه رو بگم، و در نهایت بدونید که اگه حریم رابطه رو حفظ کنید عزیز خودتون میشید، نسبت به خودتون حس ارزشمندی پیدا میکنید. چرا؟ چون میدونید که باری به هر جهت نیستید. نسبت به همسرتون عزیز میشید چون جایگاه مردانه یا زنانش رو تشخیص میدید. نسبت به ارزم به خدمت شما که خانوادهتون جایگاه همه رو دیگه میدونید. وقتی حریم رابطه خودتو حفظ کنی، دیگه حریم رابطه اطرافیانت هم حفظ میکنی. خانم دکتر، اگر همسرمون کار خیلی بدی کنه که به زندگی آسیب بزنه، ما میتونیم به خانوادهش بگیم با اینکه جزء حریم خصوصی میشه؟ ببینید بستگی داره. اگر همسر شما کار خیلی بدی میکنه و شما میدونید که اینو اگه ببرید مثلا پیش تراپیست بهتر کمکتون میکنه. خیلی اوقات خیلی این حرفی که میزنم خوب نیست، یعنی فکر کنید اینو از زبون تراپیست نشنیدید، ولی واقعیه. هیچ وقت طرف همسر شما نمیاد بگه حق با شماست. در نهایت میگرده دنبال ایرادهایی که شما داشتید و ضعفهایی که شما ایجاد کردید توی زندگی. نقاط ضعف شما رو بزرگ میکنن که بگن مقصر تو بودی که خانومت یا شوهرت که بچه ما بوده این اتفاق براش افتاده. پس خونه امن شما، خونه خانواده همسرت هیچ وقت نیست. خانواده همسر تو حریم رابطه تو جایگاه احترام هستن، نه تو جایگاه اعتماد. اینو صادقانه ترین حالت ممکن بهتون گفتم. مشکلی داری با همسرت، اگر فکر میکنی نیاز به حل شدن داره، حتما پیش تراپیست ببر. از صد چند لایو میذارید چه روزهایی هست، ما هر روز به مدت 21 روز 21 قدم تا رسیدن به رابطه آرامش در روابط، توی هر روابط که میتونه باشه کاری، خانوادگی، اجتماعی، هر چی، 21 قدم رو داریم آموزش میدیم. هر روز ساعت 3 لایو داریم. مثلا امروز یه مقدار اینترنت اذیت کرد، ما رفتیم تو فضای بازی دیدیم داره اذیت میکنه، اومدیم داخل. 3 شد مثلا 3 و 10 دقیقه، ولی حدود همین 3 سعی می‌کنیم رأس 3 لایو رو باز کنیم. شاید 5 دقیقه اینور شد شماها باشید، تعدادتون خیلی نیست، ولی چون دوست دارم در اختیارتون محتوای ارزشمند رو بذارم، حتما باشید و سوالاتتون رو بپرسید. و اینکه سال بعدی درسته کاملا همیشه مقصر طرف مقابل میدم، ولی گاهی آدم که تحت فشارم مجبوره که بره بگه. نه ببین، بازم در نهایت دل خودته که میشکنه.
یه آقایی به خانمش خیانت کرد و رفتش و وارد یه رابطه پنهانی شد. مادر شوهرش اول داستان مگش گفت اشتباه کرده، بیخود کرده، تو زنش بودی فلان. ولی وقتی دید اوضاع داره به جاهای باریک میکشه، اومد خود مادر شوهر پیش من گفت اگه براش زن کافی نبود بچه من به کسی دیگه احتیاجی پیدا نمیکرد. اگه توی رابطش این کارو میکرد بچه من خب دلش خواسته جوون بوده خانم. متوجه این چی بهت میگم؟ حرفتون رو ببرید پیش مشاور بی‌طرفه، بدون قضاوت و علمشو داره، بهترین راهکار رو بهتون میده. پیش در و همسایه نبرید، چون بساط سوء استفاده رو برای شماها مهیا میکنه. یه سری سوالات مطرح شده که خانم دکتر تو فامیلای ما خیلی فضولی میکنن، چیکار کنم؟ اجازه دادی بهشون که فضولی کنن؟ به بنده خدایی میگم من وقتی میخوام با شوهرم برم بیرون، مادر شوهرم طبقه پایین خونمونه، تا ما میایم بریم از جلو واحدش رد چیم میگه که کجا میرید؟ مثلا من میگم بیرون، یعنی کجا؟ بعد من نمیگم، دوباره میگه یعنی مثلا میرید خرید؟ اگه میرید خرید برای منم 2 تا مایع ظرفشویی بخرید. بعد ما حالا میخوایم بریم سینما، نه خرید نمیرید. دارید خونه مامانت؟ نه نمیریم اونجا. این نیازه که پسرش، این خانوم تو خلوت خیلی دوستانه، نه جلوی خانومش، بهش بگه که یعنی شوهر شما که میشه پسر مادر شوهرتون، بره بهش بگه مادر جان من اگه به خانومم جایی میرم شاید یه جاهایی اصلا صلاح نیست که عنوان کنم، لطفا شما سوال نپرس، من خیلی دوستت دارم، خیلی برات ارزش قائلم، ولی این سوالها ممکنه به زندگی من صدمه بزنه. این میشه دیگه عزیزتر از مادر، دیگه کیو ما داریم؟ دیگه فک و فامیل خیلی راحت. مثلا یه نفر مثلا به من گفت خانم الهام تو همین فامیلامون حقوقت چقدر؟ گفتم مثلا میزان حقوق من مثلا تاثیر تو زندگی تو داره. اینو خیلی خنده و شوخی گفتم، ولی بهش گفتم یعنی نپرس، من مثلا 1 میلیون تومان حقوق میگیرم، 100 میلیارد حقوق میگیرم، چه تاثیری تو روند زندگی تو داره؟ عرضم به خدمت شما که برادر خانمم و خواهر خانمم و خانواده‌اش خیلی دخالت میکنن، جوری که عملا دارن خلل ایجاد میکنن. این ضعف خود خانم شماست که نتونسته خودش رو به عنوان یک فرد متأهل به خانواده‌اش پرزنت کنه که آقا من بچه شما، ولی شوهر من که بچه شما نیست. زنی که اعتماد به نفس نداشته باشه، زنی که حریم رابطه رو بلد نباشه، بله مادرش، خواهرش تو زندگی شما دخالت میکنن، چون فکر میکنن زن شما شایستگی کافی برای رعایت چارچوب خانوادگی نداره. سوال بعدی، شوهرم حتی که با خانواده خودم در رابطه هستم و رفت آمد میکنم ناراحت میشه، مجبورم همیشه این مسئله رو پنهان کنم. شما رفت آمداتون چه نگرانی به همسرتون میده؟ ببخشید که من اینو میگم، ولی آقا اومده پیش من میگه خانم ابو حمزه خانم من میره خونه مامانش میاد یه آدم دیگه است و من اصلا دلم نمیخواد این بره خونه مامانش. خانم من میره پیش خانوادهش یکی دیگه برمیگرده. مثلا چی؟ مسئله کجاست؟ و این آقای حال بدی میده. شما باید به شوهرتون این امنیت خاطر رو بدید که رفتن من خونه مامانم ربطی به رابطه ما نداره. سعی کنید تا جایی که امکان داره اصلا تنها نرید. اگر میبینید شیفت سر کاره به هر دلیلی نمیتونه بیاد، براش توضیح بدید که من اگه میرم اونجا میرم سر بزنم خانواده‌ام میام و قرار نیست آسیبی وارد بشه و واقعا هم آسیبی وارد نشه. نرید با خواهر مادرتون بچه‌ها جلسه بذارید در مورد شوهراتون. این مسئله بین ما خانم‌ها خیلی عرفه متاسفانه. سوال دیگه؟ ای خدا، من به شوهرم شک دارم. چند روز پیش تو گوشیش چت با یه دختری دیدم که بخشم الان چیکار کنم؟ شوهرم میگه درک نمی‌کنی منو، همش میخواد منو مقصر. یه نکته بگم، این موضوع خیلی ربطی به داستان حریم رابطه نداره، ولی یکی از نشونه‌های آدم پر اشتباه مقصر جلوه دادن هست. یعنی اینو توی زندگیتون بدون، یکی گفت تقصیر توه، بدون که ترسیده و یه حالت تدافعی به خودش گرفته میخواد همه به سر شما که به یه آرامشی برسه. یک مرد موظف حریم آرامش همسرش رو مهیا کنه.
ولی این همسر حساس باشه، ولی این همسر نگران باشه، چون نه تو شرایط خاص که یک زن کنترلگر باشه ها، چون اکثرا آقایون و خانوما با رفتاراشون همدیگر رو حساس میکنن و میگن تو حساسی. اینو خیلی دقت داشته باشید و در مورد این موضوع قاطع، مهربان، دوستانه و صمیمی با همسرتون صحبت کنید که شما اجازه نداری خودت منو حساس کنی بعد بگی تو حساسی. این رفتار نشونه ضعف توه و من اینو میپذیرم، کمکت میکنم که این ضعف برطرف بشه. سوال دیگه؟ بزن بالا من دستم میرسه. سوال بچه ببینم. سالهای بالا رو دیدم. خیلی خوب بچه، امیدوارم از لایو امروز لذت برده باشید. امیدوارم اتفاقات خوبی تو مسیر زندگیتون بیفته. بچه‌ها تمریناتتون رو انجام بدید، قدر بدونید این دوره کاملا باید شامل هزینه میشه. دوست داشتم، اصلا کیف کردم، رایگان خودتون میذارم استفاده کنید. در اختیار کسایی که احساس میکنید نیاز دارن حتما بذارید، چون واقعا خیلی اوقات این مسئله رو زندگی تاثیر مثبت بذاره. یه حرف کوچیکی، نکته مسیر زندگی رو تغییر بده. پس خساست به خرج ندید. دوستتون دارم، میبوسمتون. فعلا خداحافظ.